آیا تا به حال هوش بالای یک حیوان شما را شگفت زده کرده؟ ما انسان‌ها همیشه عاشق حیوانات هستیم و هر از گاهی با دیدن جانوران وحشی به وجد می‌آییم. اما اکثر ما آنها را صرفاً حیواناتی می‌دانیم که از بهره هوشی کمتری نسبت به انسان‌ها برخوردارند. شاید تواناییشان را دست کم می‌گیریم. حیوانات بسیار باهوشتر، مکارتر و خلاقتر از چیزی هستند که از آنها انتظار می‌رود. فهرست حیوانات باهوش جهان نمی‌تواند دارای رتبه‌بندی دقیقی باشد، اما نتایج عموم تحقیقات دانشمندان حیوانات این لیست را در گروه حیوانات هوشمند قرار می‌دهد. خود را آماده کنید تا مجذوب قدرت ذهنی باهوشترین جانوران جهان شوید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. اختاپوس یا 8 پا. این جانور 8 پای بی‌مهره هوش بالایی دارد. آنها تیپ‌های شخصیتی مختلفی دارند و در مسیرهای مارپیچ به سرعت راهشان را پیدا می‌کنند. مغز نسبتاً بزرگی دارند و همچون انسان مغزش در نرمه‌ای مجزا قرار گرفته. چیزی که اختاپوس‌ها را از بقیه جانوران آبزی باهوش جدا می‌کند، توانایی آنها در یادگیری از طریق مشاهده است که آنها را به دانشمندان مخفی اقیانوس تبدیل می‌کند. این جانور از بازی و حل مشکلات لذت می‌برد. از وسیله و ابزار استفاده می‌کند و حافظه کوتاه قابل توجهی دارد. این موجودات توانایی حل معما و قابلیت درگیر شدن با یک موضوع را دارند و جالبتر آن است که ما آنقدرها درباره‌شان نمی‌دانیم. موش‌ها برای بسیاری از افراد یکی از منزجر کننده ترین موجودات کره زمین هستند، اما روانشناسان معتقدند که ساختار ذهنی آنها بسیار شبیه به انسان است و از این رو آنها را در آزمایشگاه‌ها به وفور مورد ارزیابی قرار می‌دهند. موش‌ها دارای توانایی ذهنی خاصی به نام فراشناختی هستند که این ویژگی تنها در انسان و تعداد کمی از پستانداران دیده می شود. این حیوانات می توانند از حس بویایی و شنوایی خود برای کشف مین و بمب استفاده کنند. در بررسی‌های انجام شده، علائمی مبنی بر وجود احساسات پیچیده‌ای نظیر استرس، پشیمانی، حتی فقدان و هیجان نیز در این حیوانات دیده شده. دلیل اینکه موش‌ها تقریباً در هر محیطی بقا می‌یابند، تیزهوشی و غریزه بقای آنهاست. سنجاب هم از جمله حیوانات بسیار باهوشی است که توانایی حل مسئله بالایی دارد. این حیوان با جثه کوچک و ظاهر فریبنده‌ای که دارد، احتمالاً یکی از حیله‌گرترین و جسورترین حیواناتی است که در طبیعت وجود دارند. اگرچه زیستگاه اصلی سنجاب‌ها جنگل است، اما آنها به زندگی شهری نیز بسیار عادت کردند. حافظه سنجاب‌ها بسیار قوی است، به طوری که تمامی تجارب خود در طول زندگی را به خوبی در ذهنش ثبت می‌کند و همین موضوع باعث شده تا در لیست باهوشترین حیوانات جهان قرار بگیرد. آنها غذا را انبار کرده و جای دفن آن را کاملا به خاطر می سپارند. سنجاب‌ها برای ردگم‌کنی و پیشگیری از دزدیده شدن غذایشان، غذای جعلی را دفن می کنند و شما فکر می کنید مخفی کردن اشیاء با ارزش تنها مختص ما انسان هاست. کلاغ‌ها خیلی باهوشتر از آنند که تصور می کنید. مغز کلاغ‌ها در میان پرندگان به جز یک جفت طوطی بزرگترین اندازه را دارد. آنها چهره‌های انسان را تشخیص می‌دهند و آنقدر باهوشند که بتوانند غذا را مخفی کرده و از وسیله‌ها استفاده کنند. این روشنفکران سیاه‌پوش که تنها به تقلید صداها اکتفا نمی‌کنند، در حال شوخی کردن با حیوانات از همه جا بیخبر و دست انداختن آنها دیده شدند. در بازی بزرگ بقا، کلاغ‌ها و زاغ‌ها با هوشی که دارند فقط بازیکن نیستند. آنها استادانی بزرگ هستند. طوطی خاکستری آفریقایی.
این طوطی که با نام کاسکو نیز شناخته می شود، یکی از حیوانات اجتماعی، دوست داشتنی و در این حال باهوش است که توانسته با هوش بالای خود در لیست باهوشترین حیوانات جهان قرار بگیرد. این حیوان توانایی آن را دارد که بیش از هزاران کلمه انسانی را در حافظه‌اش بگنجاند و آنها را ادا کند. برخی از محققان میگویند که کاسکوها هوشی معادل یک بچه 5 ساله را دارند. کاسکوها با مهارت‌های زبانی که دارند با انسان‌های پرحرف رقابت می‌کنند، زیرا این دانشمندان قلمرو پرندگان می‌توانند واژگان گسترده‌ای را تقلید و درک کنند. این روشنفکران پردار فقط به تقلید اکتفا نمی‌کنند. آنها مفاهیم انتزاعی مانند شمارش و اشکال را هم درک می‌کنند و ارتباط عمیقی با همراهان انسانی خود برقرار می‌کنند. قبل از اینکه به سراغ معرفی حیوان باهوش بعدی بریم، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. خوک ها به لحاظ اجتماعی بسیار فعالند. خوک مادر مشهور است به آوازخوانی برای آرام کردن فرزندانش. خوک ها با هم غذا میخورند، پهلوی هم میخوابند و فقط به خاطر آنکه کنار یکدیگر باشند با هم راه میروند. خوک ها از طریق صداهای مختلفی که از خود در میآورند با هم نوعانشان ارتباط میگیرند. این جانور آنقدر باهوش است که اگر فضای کافی داشته باشد دور از خانه‌اش مدفوع می‌کند. غذا را از دیگر حیوانات و سایر خوک‌ها کش می‌رود و حتی مشهور است به اینکه مکان‌های جدیدی برای پرورش گیاهان ایجاد می‌کند. مهمتر از همه، خوک‌ها نشان دادند که توانایی درس گرفتن از اشتباهات گذشته خود را دارند و از تکرار آن خودداری می‌کنند. آنها اگر اراده کنند می‌توانند به شدت نابکار شوند. خوک‌ها همچنین توانایی قابل توجهی در درک نمادها و حتی انجام بازی‌های ویدیویی از خود نشان دادند. هوش و ذکاوت خوک‌ها آنها را به شاگردانی با سرعت یادگیری بالا تبدیل می‌کند که بسیار سریع با چالش‌های جدید کنار می‌آیند. فیل‌ها به طرز شگفت‌انگیزی باهوش هستند. آنها مغز بزرگی دارند و پیچیده ترین رفتار اجتماعی را در بین حیوانات از خود نشان می‌دهند. همچنین در این حیوانات نشانه‌هایی از هم-نوع دوستی و فداکاری نیز دیده می‌شود. این حیوانات به شدت نسبت به فرزندان خود حس مسئولیت دارند و همواره از آنها محافظت می‌کنند که همین ویژگی باعث شده تا جزو باهوشترین حیوانات دنیا شناخته شود. در میان تمام حیوانات روی زمین، فیل بزرگترین مغز را دارد، اما این حجم بزرگ جمجمه او مزایای خاص خود را نیز دارد. دانشمندان معتقدند که فیل‌ها می‌توانند صداهای مختلف را تشخیص داده و حتی آنها را تقلید کنند. آنها توانایی خود را در استفاده از ابزار و وسایل به منظور نشان دادن احساسات خود در لحظات شادی یا درد اثبات کردند و این ابراز احساسات صرفاً برای تخلیه خود نبوده، بلکه قصد آگاه کردن سایر فیل‌ها را دارند. سگ‌ها با قدرت یادگیری بالایی که دارند به عنوان حیواناتی شناخته می‌شوند که زندگی کردن را برای انسان‌ها آسان‌تر کردند. این حیوانات با آموزش‌های مناسب به راحتی می‌توانند معانی اشاره‌ها را درک کنند که در حقیقت نیازمند یک مهارت بالا و بسیار پیچیده ذهنی و هوشی است. سگ‌ها بسیار باهوشند، چرا که انسان به راحتی با آموزش‌های لازم می‌تواند آنها را طوری تربیت کند که شبیه به انسان‌ها رفتار کرده و در شرایط مختلف کمک رسان باشند. سگ‌ها به طور معمول از هوشی به اندازه یک بچه 2 ساله برخوردارند. از طریق استشمام می توانند ردیابی کنند، دستورات انسانها را بفهمند، اشیاء مخفی شده را با بو کشیدن پیدا کنند و نقش‌های گوناگونی از حیوان خانگی تا سگ نگهبان را بیاموزند. سگ‌ها به شدت اجتماعی اند، می توانند خانه‌شان را از فاصله بسیار دور تشخیص دهند و می توانند سطح شعور بسیار بالایی داشته باشند.
پس تعجبی ندارد که سگ‌ها این چنین برایمان دوست داشتنی هستند. سگ‌ها همچنین می‌توانند احساسات انسان را تشخیص داده و بر اساس آن از خود واکنش نشان دهند. جالب‌ترین خصیصه در مورد سگ‌ها حس بویایی آنهاست و مغز یک سگ می‌تواند چیزی حدود 1 میلیون بوی مختلف را تشخیص دهد. دلفین ها می توانند کارهای بسیار جالبی انجام دهند. می توانند خود را در آینه تشخیص بدهند، به منظور لذت بردن از تماشای رفتار اندام خود دست به انجام حرکاتی بزنند. می توانند احساسات خود را نشان دهند. دلفین ها در هنگام خواب تنها نیمی از مغزشان به خواب می رود و نیمی دیگر از غرق شدنش در آب جلوگیری کرده و او را از شکارگران احتمالی مسئول می‌دارد. دلفین‌ها به خوبی قادر به درک زبان بوده و همین موضوع باعث شده تا بتوانند برخی از حرکات به خصوص را به راحتی درک کنند. این حیوانات توانایی شمارش اشیا و واکنش نشان دادن به سوالاتی که از آنها پرسیده می‌شود را هم دارند. دلفین‌ها قادرند اطلاعات دریافت شده صوتی و تصویری را پردازش کنند و همین موضوع باعث شده تا بتوانند صحنه‌های نمایش داده شده روی صفحه تلویزیون را به خوبی درک کنند. میمون. شاید دور از انصاف باشد که میمون‌ها را گونه‌ای از حیوانات به حساب بیاوریم. در واقع میمون‌ها از تمام حیوانات به انسان نزدیک‌ترند. شامپانزه از ابزارهایی برای بهبود زندگی خود استفاده می‌کند. همه میمون‌ها به فراگیری از پیرامون خود و تعامل با دیگر هم نوعان خود می‌پردازند. آنها توانایی یادگیری کارهای بسیار دشوار را دارند و قادر به فراگیری زبان‌های دیگر، مثلا زبان اشاره انسان هستند. می‌توانند از ابزارهایی به عنوان سلاح در برابر سایر جانوران استفاده کنند و البته دی آنها بسیار نزدیک به انسان است. میمون‌ها مانند انسان‌ها زندگی اجتماعی فعال و توانایی ابراز احساسات دارند. تحقیقات در رابطه با میمون‌ها منجر به ادراک وسیعی در ارتباط با زندگی این جانور و نیز زندگی ما انسان‌ها شده است. ممنونم که این ویدیو را تماشا کردید. لطفاً اگر نظری دارید برام کامنت کنید.